شهر دوشنبه ما اونقدر بناهای تاریخی برجسته ندارد که ما گوییم به ویران کردن آنها به جایشان بنای نو ساختن بسیار ما باخت میکرده باشیم. از قبیل اون بناهایی که در مثلا کوچه رودکی هستند، خیابان رودکی، بعضیشان بسیار ولنگار و کهنه و نظرناگیر هستند که آنها باید حتما برداشته شوند و به جای آنها بناهای خوبتری ساخته شود. اما بنای چون بنای تئاتر لاهوتی بنای خیلی محتشم و خوب است و همچون یک گوشه تاریخ شهرداری ما خوب میشد که این بنا نگاه داشته میشد. چایخانه راحت که زمان از رمزهای دوشنبه بود. اکنون حاضر چایخانه های از اون محتشمتر پیدا شدند. دیگر نمیدانم اونا نگاه دارن خوب است یا بردارن نمیدانم. من به اینش چیزی گفتم و شاید در حاضر که حکومت تئاتر ملی ساخته ساده است، بعد از کشاده شدن تئاتر ملی تئاتر لاهوتی نیز به گوشه فراموشی می رود. نه برداشته نشوند چون که این بناها همه تاریخی میبوشه. شما چی فکر دارید؟ بردارن شکر اون جایی که هست بسیار جایی که هست ولی جای کهنه در همون جاها برداشته شوند خیلی خوب میشود. این جای استراحت آدم‌ها میبوشه. یعنی شما میگید که به جای اینها بناهای بلندآشیانه و زیبا سازند؟ بله بله. شما میگید که اینها تاریخی از جای منظره زیبا برای استراحت آدم‌ها بشود که امروز چپک کنند با همون چیزا با بلندتر سازند. در Алмата هست جای مثال старый город Алмата и есть новые постройки. Амун جای старый город Алмата это ама до этажа хоно حساب میشن. این новые ба соответственно новостройки. من فکر میکنم که این چایخانه راحت опера балет این خیلی جای ها می شود старый Душанбе память о городе, да, вот можно هم خیلی گفتن.